حسرت و افسوس اون زمانی که ابلیس سخنرانی می کند بعد از اینکه کار به انجام رسید، فیصله شد بین انسانها. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. شیطان وقتی فیصله شد بین انسانها بلند می شود، سخنرانی می کند که خداوند به شما وعده حق داده بود و من هم به شما وعده ای داده بودم، اما خلاف وعده خودم کردم، برخلاف وعده خودم رفتار کردم. ابایی هم ندارد دیگه از خلف وعده. من هیچ تسلطی بر شما نداشتم مگر اینکه شما را دعوت کردم، خودتون با دست و پای خودتون آمدید، دعوت مرا اجابت کردید. زوری بر شما نداشتم من. حالا مرا ملامت نکنید، امروز خودتون رو ملامت بکنید. نه من میتوانم فریادرس شما باشم و نه شما میتوانید فریادرس من باشید. این گونه ابلیس برای انسانها سخنرانی میکند. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، من به اون چیزی که به این که شما مرا در اطاعت و فرمانبری شریک خدا قرار دادید بیزاری میجویم. از این رفتار شما، نسبت به این رفتار شما براءت و بیزاری میجویم. اعلام براءت میکند ابلیس از انسانهایی که از او اطاعت و فرمانبری و حرف شنوی داشته‌اند و این حسرت و پشیمانی را برای انسان ایجاد میکند.